در مورد مسئله میگفتید که همین 4 روز پیش بالین سبق خواه کردم برای اپراسیا. با مدود خوندم و ساعت 11 به اپراسیا کردن. بعد اپراسیا علاقه ساعت 3 بود. بعد اپراسیا که برآمدم با خود بودم که آمدن همش ساز بود، لیکن نماز پیشین رو خونم گفتم. مقصد کورتا فوتبال کنه داشتم، لیکن خوندم، لیکن همون نرکوز که بودک تاثیر داشت. بعد با خوابم برد است تا خفتن با پیشین عصر شام خفتن قضا شدگی. بعد با اون دو دیگه با اوجه به خود آمدم، نماز را خوندم. همون روز که نماز نخوندم اما را چخیل نشم. قضاگی خونده دادید بعد؟ نه عالی. نه اول میخوندید وقتی که هوشیار شدید بیدار شدید کو با اون دودی نوبتی طهارت میکردید، از پیشین شروع میکردید. اول پیشین، سپس عصر، سپس شام خفتن، بعد بامدادی امروزه. میخواد ترتیب کدی میخونید. یعنی شما خطا کردید که نمازهای قضایی نخوندید. باید اول نماز، الا اگر نماز 5 دقیقه مونده است که بامداد قضا میشده، بله در این صورت اول بامداد میخونید. آفتاب که برآمد در بعد پیشین دینگه عصر شام خفتنه میخونید. اینجا خیلی ممنون بود که بعد اپراسیا برآمدم، فوتبالکا نداشتم و تیمم کرده داشت طهارت کرده در برای طهارت کردن امکانیت نبود. تیمم کرده 6 تا پیشینه خوندم و لیکن به فوتبالکا خوندم. بعد شام خوندم. اما را ایسر خوندم یا که قبول داره. شما گفتید که پیشین خوندم ولی تمام سلام نداده خوابم برد گفتید اول. نه پیشین خوندم 6 تا خوندم، یعنی تیمم کردم و در تنم فوتبال نداشتم. یک پیشین خوندید. عصر چی؟ وقتی شام شده است بود عصر نخوندم، که شام خوندم بود. عصر اول میخوندید باید. اما عصر کدام نمازی که نخوندید همونش خوانید. شام نمیخوانید تا مادامی که عصر نخوانید. ترتیب کتی هست نماز. الله تعالی میگه که ان الصلاه كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. نماز برای مؤمن ها فرضی موقتی هست، یعنی و حد و حدود دارد، ترتیب دارد، وقت دارد. کسی که عصر نخوانده شام نمیخواند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم عصر شام قضا شد در روزی جنگ احزاب، شام شد وقتی شام شد بعد فراموده طهارت کردن، اول عصر خوندن سپس شام خوندن. بله این ترتیب رعایت میکنید. نمازهایی که نخواندید خونده دهید. این ندانستن است. البته شما نمیدونید که نمازهای ترتیب کدی خونه. حالا اون که مسئله نماز مسئله یعنی که وزنی نیست، باید هر یک آدم مسلمان باید این مسئله های داند. نه من میدونستم. چندین آرام هست در این باره. نه میدونستم گوش کردگی هم، لیکن همون نرکوز که همون چی دیستیا داشت خوابم برد است. بله خوابتون برد است، خسته نتونستگیتون به الله تعالی میبخشد. لیکن وقتی که هوشیار شدید باید به ترتیب میخوندید. فهمم.